در این کتاب نوشته کرده بود در اول این دو آیت ضعیف است، در صفحه خود حتی نشر کرده در تلگرام، عکسش گرفته شده و به بعضی برادرها دوستا روان کردم که را نشر کنم. بعد از 1.5 ساعت بعد که گفتن که خیلی تو که میگی کفر است، این دو آیت ضعیف گفتی کافر شدی، بیا این توبه بکو. در 1.5 ساعت بعد حذفش کرده. این ظالم میفهمید که ما خطا کردیم، اما خودم قبول نداره. خطایی که آشکارا بود، حتی پیش شاگرد خود اقرار کرده بود پسان که ما گفتم این دو آیت ضعیف گفتی جدی خطرناک است، چون که یعنی هر سبقت لسان تو میگی کفر است. یعنی اگر خطای لسانی هم باشه خب تو در این کفر واقع شدی، بیا توبه کو. در او را حذف کرد و ما را گفت تو تهمت و بهتان کردی، در حالی که ما الله شاهد است نکردیم و عکس صفحه هم براتون نشر میکنه. در همین سخن آخرش گفته است که معرف راسخ دو آیت رو تو ضعیف گفتی، این خیلی خطرناک است. گفته خیلی یک جدی سخن کرده است. سبحان الله. معرف راسخ من نمیدونم به فریب کی واقع شده، کی او رو فریب میدهد، کدام نمیدونم گمراه گشته و جهمی ها به او خبرهای باطل میتن. سبحان الله. آمده بر رساله ما به ما با تهمت کرده است که آیت رو ابو محمد ضعیف. این دلالت به چی میکنه؟ دلالت به این میکرد که کتاب معرف راسخ رساله را اصلا مطالعه کردگی نیست. او به کدام جهمی یا کدام دشمن اهل توحید، دشمن ما، یگون مقاله دیگر روی کرده است. معرف راسخ بجای این که از این کفر منتشر کردهش توبه کند و از این مذهب جهمی خفیگی آزریگی توبه کند، حق قبول کند. سبحان الله. آمده بر رساله ما به ما با تهمت کرده است که آیت رو ابو محمد ضعیف. سعی کنین اینا یک صفت بدی که بسیار قبیح‌تر است از همه‌اش که اینا دارن و او صفت یهود است، یهودای کفار که اینا بهتان زیاد میکنن. بهتان، تهمت، افترا، دروغ، بسیار کذاب است. حق دروغ میگن به خاطر که تو را تکفیر کنن، تنقیص کنن، یعنی خدا در جامعه پیش مردم صفایی بتن، زیاد دروغ میگن، زیاد افترا میکنن، زیاد تهمت و بهتان میکنن. این چیزا ما دیدیم و دمی جنجالی که اینا با ما کردن، یعنی زیادتر جنجالشان شدید شد، زیاد دیدیم. زیاد دروغ میگن.